در تالار مجلسگاه مهمانخانه هیئت رجنسی شهر دوشنبه جلسه کمیته اجرایی فدراسیون فوتبال تاجیکستان دایر گردید. در این جلسه موضوع دعوت کنفرانس حسابات انتخاباتی فدراسیون فوتبال که هر 4 سال یک بار دایر می شود مطرح شد. دبیر کل این تشکیلات ابراز داشت آخرین بار کنفرانس حسابات انتخاباتی سال 2016 دایر شده بود، بنابراین پیشنهاد می شود 2 ماه بعد روز 16 دکبر کنفرانس نوبتی حسابات انتخاباتی دایر شود. با جانبداری اعضای کمیته اجرایی این پیشنهاد تصدیق شد. همچنین در این جلسه موضوعهای جاری برگزاری چمپیونات تاجیکستان نیز مطرح شده، مسئولان فدراسیون و لیگ فوتبال کشور با معروضه‌ها برآمد کردند. بیان شد 6 باشگاه فوتبالی کشور پیشنهاد کردند که تعداد دسته‌های لیگ عالی کشور به 12 تیم افزایش داده شود. دیرکتور لیگ فوتبال ضمن ارائه معروضه با اشاره به وضعیت فعلی در جهان و تاجیکستان و ذکر عامل‌های دیگر عملی کردن این پیشنهاد در موسم آینده را غیر امکان دانست. تاکید گردید در صورت فراهم شدن امکانات و زیرساختارهای ضروری در سال 2023 به این موضوع برمیگردند. در ادامه اشتراکچیان جلسه موضوعهای برگزاری چمپیونات تاجیکستان بین دسته‌های لیگ عالی در سال 2021، نتیجه‌های منتخب ملی و منتخب جوانان کشور در سال 2020 و وظیفه‌ها برای سال 2021، نتیجه سنجش اودیتوری فعالیت فدراسیون فوتبال کشور و دیگر موضوعهای جاری عرصه فوتبال تاجیک را بحث و بررسی کردند.